درود بر شما دوستان عزیز. در این برنامه در خدمت شما هستم با شعر عقاب نوشته پرویز ناتلخانلری، مثنوی که پیرامون گفتگوی یک عقاب و زاغ است. عقاب جوانی را از دست داده و از اینکه با عمر کوتاه و پیری و مرگ روبروست ناراحت است. پس در پی این اندیشه در آسمان به حرکت در می آید که واکنش دیگر حیوانات را به دنبال دارد. در برابر عقاب بلند پرواز از زاغ سخن می رود، زاغکی زشت و پلشت که در دامن دشت آشیان دارد. شعر عقاب خانلری حاوی صحنه‌های سؤال برانگیز و عبرت انگیزی است که در حقیقت افقی بلند و آرمانی از ویژگی‌های انسانی را پیش چشم ما می‌گشاید. برخورد عقاب و زاغ و منش و سرشت متفاوت و متضاد آنها سراسر این مثنوی را فرا گرفته و در خلال آن نکاتی باریک و اندیشیدنی مطرح است که خواننده را به تأمل وامی دارد. این شعر یادگار سالهای جوانی شاعر است که در قالب کهن سروده شده و دکتر خانلری آن را به صادق هدایت اهدا کرده است. او برای اولین بار به تشویق هدایت آن را به مجله مهر به مدیریت ذبیح الله صفا برای انتشار فرستاد. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، دارویی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبکسیر سوار. گله کآهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط غباری بکشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، صید را فارغ و آزاد گذاشت. چاره مرگ نه کاری است حقیر، زنده را دل نشود جان اسیر. صید هر روزه به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بداندام و پلشت. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز 100 گونه بلا در برده. سالها زیسته افزون ز شمار، شکم آکنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت کای دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بگشایی، بکنم آنچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم. بنده آماده بود، فرمان چیست؟ جان به راه تو سپارم، جان چیست؟ دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خویش، گفتگویی دگر آورد به پیش. کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز است چون این زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حزم را باید از دست نداد. در دل خویش چو این رای گزید، پر زد و دورترک جای گزید.
زار افسرده چنین گفت عقاب که مرا عمر حبابی است بر آب. راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیزتر است. من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه. تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز. پدرم از پدر خویش شنید که یکی زاغ سیه روی پلید، با 200 حیله به هنگام شکار، 100 ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم بازپسین، چو تو بر شاخ شدی جایگزین، از سر حسرت با من فرمود، کین همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از 100 گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز، رازی اینجاست تو بگشا این راز. زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گر که پذیرد کم و کاست، دگری را چه گنه کین ز شماست. ز آسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من که پس از 300 و اند، کان اندرز بود و دانش و پند. بارها گفت که بر چرخ اسیر، بادها راست فراوان تأثیر. بادها که از زبر خاک وزند، تن و جان را برسانند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش زیان است و ضرر. تا بدانجا که بر اوج افلاک، آیت مرگ بود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته ایم، که از بلندی رخ برتافته ایم. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. گند و مردار بهین درمان است، چاره رنج تو زان آسان است. خیز و زین بیش ره چرخ مپوی، طعمه خویش بر افلاک مجوی. نادان جایگهی بس نیکوست، به از آن کنج حیات و لب جوست. من که 100 نکته نیکو دانم، راه هر برزن و هر کو دانم. خانه ای اندر پس باغی دارم، و اندر آن گوشه سراغی دارم. خانه گسترده الوانی هست، خوردنی های فراوانی هست. آنچه زان زاغ چنین داد سراغ، گندزاری بودن در پس باغ. بوی بد رفته از آن تا ره دور، معدن پشه مقام زنبور. نفرتش گشته بلای دل و جان، سوزش و کوری 2 دیده از آن. آن 2 همراه رسیدند ز راه، زاغ بر سفره خود کرد نگاه. گفت خوانی که چنین الوان است، لایق محضر این مهمان است. می کنم شکر که درویش نیم، خجل از ماحضر خویش نیم. گفت و بنشست و بخورد از آن گند، تا بیاموزد از او مهمان پند. عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. بارها آمده شادان ز سفر، بر رهش بسته فلک طاق ظفر.
ابر را دیده به زیر پرخیش، حیوان را همه فرمان برخیش. سینه کبک و تذرو و تیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده در این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. بوی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش، گیج شد بس دمی دیده خیش. یادش آمد که بران اوج سپهر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. عزت و شوکت و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بگشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خواری بود، نفرت و وحشت و بیزاری بود. بال برهم زد و برجست ز جا، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه‌ای چند بر این لوح کبود، نقطه‌ای بود و دگر هیچ نبود. پرویز ناتل خانلری متولد اسفند 1292 در تهران از اهالی ناتل نور مازندران، ادیب، سیاستمدار، زبانشناس، نویسنده و شاعر معاصر ایرانی است. وی در جوانی شاعر بود، در میانسالی ادیب و در کهنسالی استاد و صاحب نظر در ادبیات کهن. با وجودی که شعر خوب می سرود و به فنون شعری و اوزان عروضی به درستی وارد بود، اما خود را شاعر نمی دانست. در خرداد 1322 نخستین شماره از مجله ادبی سخن را انتشار داد و با وجود وقفه ناخواسته‌ای که پیش آمد تا سال 1357 انتشار آن را تداوم بخشید. در سال 1322 خانلری جزو اولین گروه دریافت کنندگان دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. خانلری کرسی تاریخ زبان فارسی را در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ایجاد کرد و تا سال 1357 خود متصدی تدریس آن بود. بی تردید مهمترین خدمت خانلری به فرهنگ ایرانی تأسیس بنیاد فرهنگ ایران با جلب همکاری عده‌ای از پژوهشگران بود که در سال 1344 آغاز به کار کرد. خانلری همچنین ریاست فرهنگستان ادب و هنر ایران را به عهده داشت. مدتی نیز مدیریت کل سازمان پیکار با بیسوادی را به عهده گرفت. پس از انقلاب اسلامی پرویز ناتل خانلری به مدت 100 روز زندانی شد و از همه فعالیت‌های رسمی و دانشگاهی کناره گرفت. او در شهریور 1369 پس از یک دوره بیماری طولانی در 77 سالگی در تهران درگذشت.